سلام بچه‌ها، امروز یه روز خیلی هیجان انگیز است. میدونین که یورو زمون فوتبالای فینال کشورها با کشورها 2024 1403 است و امروز فینال بود که فینال هست که اسپانیا و انگلیسن و also کامنت کنین پایین که کی میبره و تیم مورد علاقتون کدومه، اسپانیا یا انگلیس. امروز قرار چند تا لغت و اینا از فوتبال یاد بگیریم که شما بتونید متوجه شین اگه یه روزی رفتین لایو سال دیگه یا فوتبال ببینید. Okay, so I'm gonna talk English and translate it. So, hi guys, today is a very exciting day. It's Euros final 2024 and it's Spain vs England. Oh my gosh, England. And so comment down below who you think is going to win, Spain or England. And what is your favorite theme? So let's start learning. So now let's start. خب بیاین شروع کنیم. خب ما اینجا چند تا کلمه داریم که میخوایم با هم یاد بگیریم. خب اول من تلفظشون رو بهتون میگم بعد میریم سراغ معنیاش. Defender, ball, players یا میتونیم اسم برداریم player, goalie, pitch, coach, goal, referee. خب حالا میریم توی این کلمه میریم معنیاشون رو با هم ببینیم. خب بیاین شروع کنیم. Defender مدافع. اگه نمیدونیم مدافع چیه، مثلا defender وقتی که مثلا محافظت میکنه، یعنی defend یعنی هم محافظت کردن اگه defender نیاری. با که همون توپه، یا میتونیم بگیم ما توپای مختلف داریم، ساکر بال، بسکتبال بال، توپ بسکتبال، توپ ساکر، نمیدونم حالا فارسیش چی میشه نه. players اگه اسمشو برداریم که همونجوری که گفتم میشه player یعنی یه دونه. خب players بازیکنان، player بازیکن. goalie همون کسی که هست مثلا توی گل وای میسته که مثلا اگه توپ میاد، تو فارسی یادم نمیاد چی میشه ولی که توپ میخوره مثلا میخوان توی دروازه‌بان. گولی دروازه‌بان. پیچ اما زمین فوتبال، یا میگم فوتبال پیچ یعنی زمین فوتبال، پیچ یعنی زمینش. کوچ مربی. خیلی فکر میکنن کوچ مثل داور میمونه ولی کوچ درس مربیه ولی داور میشه رفری. گل مثلا میگم که اسپانیا، خب خیلی میگن اسپانیا خدا کنه گل بزنه امشب، یعنی این وقتی که گل میزنن دیگه ما تو فارسی هم میگیم گل زدن. خب حالا آخری یه دونه میخوام انتخاب کنم جمله کنم باشه. players. Spain has very great players. اسپانیا خیلی بازیکنای خوبی داره. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه و یادتون نره این کلمه ها رو. و یه چیز دیگه خیلی مهم است که باید یادتون بمونه، کامنت کنید تیم مورد علاقتون رو، کامنت کنین که کی فکر می‌کنین ببره زودتر، کامنت کنین که ما بتونیم ببینیم و ببینیم کیا درست میگن، یا میگین انگلند یا اسپین، یا من اسپانیا و انگلیس. بای بای. خدافظ.